سخت‌ترین کار دنیا زن بودنه. یک مرد صبح تا شب بیرون از خونه کار میکنه و تمام ذهنش درگیر مشکلات مالی زندگیشه، اما یک زن 24 ساعته توی خونش کار میکنه و تمام ذهنش درگیر 1001 مشکل زندگیشه. وقتی یه مشکل مالی برای یه خانواده پیش میاد، این زنه که تمام تلاششو میکنه آب تو دل خانوادش تکون نخوره. وقتی یکی از اعضای خانواده مریض میشه، این زنه که از خواب و خوراک میفته. این زنه که همیشه نگران آینده بچه هاشه. این زنه که همیشه نگران آینده زندگیشه. پشت هر مرد موفق یک زن وفادار و فداکاره. اما متاسفانه خیلی از آقایون قدر زن وفادار و فداکار خودشونو نمیدونن. فکر میکنن تمام زنهایی که اون بیرونن مثل زن خودشونن. زمانی میفهمن اشتباه کردن که اون زمان زنشون از درون شکسته شده. وقتی یه